سفر امروزه ما توسط نمایش باز به پایتخت مملکت صورت میگیرد. یک از مفزع‌های استراحت و فراغت پایتخت برای ساکنان و مهمانان باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی می باشد. اصلا این باغ با نام باغ دوستی خلق‌ها هنوز سالهای 70 قرن گذشته بنیاد یافته بود. سپس بعد سالهای صاحب استقلالی با مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی مبادل گشته پیکره استاد سخن در این باغ کوچانیده شد. اصلا تا سال 2018 هم باغ آنقدر به طلبات زمانی معاصر جوابگو نبود و در دایره دستور سپارش‌های رهبریت عالی مملکت از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ولایت‌های سغد و ختلان این باغ پرنفسازی گردیده به یک مکان استراحت و فراغت و دلفریب پایتخت تبدیل داده شد. مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی 30 هکتار را تشکیل داده در آن برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت شرایط ارزنده مهیا کرده شده است. باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی از دو درآمدگاه‌های شمالی و جنوبی عبارت بوده. از جانب معماران با صنعت بلند ملی بنیاد کرده شده است که توجه هر بیننده را جلب می‌سازد. در این باغ استراحتی در مساحت بیش از 2 هکتار میدانچه برای بازی فوتبالی خرد با 220 جای نشست، کورت تنیس، میدانچه تنیسی روی میزی، میدان کشاد برای آبتابی بدن با تمام تجهیزات زمانوی و مرکز بازی‌های کودکانه بنیاد کرده شده است. در باغ مجمع فراغتی سیمرغ موردی بهره برداری قرار دارد که دارای 15 نمود اتراکسیون ها بوده. از درآمدگاه تا داخل آن به طور منظم و دقت جلب کننده دستگاه و تجهیزات معاصر نصب شدند که مکان دلفریب استراحت کودکان نورسان و در مجموع ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه می باشد. باید گفت که در این باغ همچنین کارهای آبادانی و گلزارکنی نیز انجام داده شده است.
اینجا در میدان 17 گکتار میسه‌زار گردیده در مجموع بیش از 750,000 بیخ گل و گلبوت‌های آرایشی با ذوق بلند زیبایی پرستی چنانده شدند که به هر بیننده پسند می‌آیند. همچنین مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغاتی به نام ابوالقاسم فیردوسී دارای آمفی‌تئاتر برای 1500 جای نشست می باشد که در آن چهاربین‌های زیادی فرهنگی برگزار می شوند. در ردیف دیگر موضع‌های سیاحی و استراحتی پایتخت، تماشای باغ فرهنگ و فراغاتی به نام ابوالقاسم فیردوسී به هر ساکن و مهمان پایتخت تأثیراتی فراموش نشونده می‌بخشد.